بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، معاون محترم، اعضای محترم هیئت مذاکره، جناب استانگزی صاحب رئیس هیئت مذاکره، رحیمی صاحب، خواهرها و برادرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که بعد از امضای توافقنامه سیاسی کار روی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، کار با هیئت مذاکره کننده و آمادگی ها برای مذاکره، کار روی نقشه راه، نحوی مذاکره و همه اینها که از قبل هم جریان داشت سرعت پیدا کرد. امروز من اولین ملاقات به همراه معاون صاحبای محترم شورای عالی مصالحه ملی و مشاور صاحب ارشد و جناب استانگزی صاحب رحیمی صاحب به همراه تیم مذاکره کننده داشتیم که به تفصیل صحبت کردیم و خوشحال هستم که کارهای زیادی در این راستا صورت گرفته. البته برای مذاکره، برای صلح که آرزوی همه مردم افغانستان است، اساسی ترین مسئله اجماع مردم افغانستان است. خب امضای توافق سیاسی کمک بسیار زیاد کرد در تشکل اجماع و موانع زیادی را از سر راه پیشرفت برطرف کرد. از شورای عالی مصالحه ملی هم چه در کمیته رهبری چه در مجمع عمومی هدف هم است که از همه مردم افغانستان نمایندگی خوب و نمایندگی جامع صورت بگیره. یک لحظه صبر میکنیم که هلیکوپتر بگذره و بعد پدې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټول خلک او مطلق اکثریت سوله غواړي او عادلانه او باعزت او تلپاتې سوله غواړي او موږ هم مسئولیت لرو. اوس خو په دغه سمت د رئیس د شورای عالی د مصالحې او د یو مسلمان او افغان په حیث خپل مسئولیت بولم چې د ټولو اقشارو په استازیتوب چې خلک په دغه هیئت کې د مذاکره حضور لري یا په شورای مصالحه ملی کې په شورای عالی کې ګډون کوي، ټولو سره په پوره بحث، مشوره او مشوره اخیستل خپل کار شروع کوم انشاءالله په دغه راتلونکي اونۍ کې نومونه د رهبری کمیته او هم د مجمع عمومی نهایی کیږي او خلکو ته وړاندې کیږي. پخوا هم مشورې شوي وو، نور مشورې ته هم ضرورت لري ځکه چې ټول خلک دا امیدواری لري چې ښه استازیتوب پکې وشي. پیشتر که در با هیئت مذاکره صحبت کردیم که خواهرای ما در اینجا حضور دارن، اینا در مورد نقش زنان در کمیته رهبری و در مجمع عمومی تاکید داشتن که برشان اطمینان دادم که نمایندگی سالم از همه مردم افغانستان بدون تمثیل نیمی از جامعه کشور صورت گرفته نمیتونه. عضودگی هیئت مذاکره در مورد نقش جوانان تاکید داشتن و اگرچه که هنوز هم ما خود در همون قطار حساب میکنیم، اما اطمینان دادیم که نه، یم ضرور است این نسل است که قربانی داده، قربانی میته و آینده به او تعلق میگیره، درباره سرنوشت خود باید که نقش داشته باشه. الحمدلله تیم مذاکره هم تیم خوب انتخاب شده. خب همه چیز تکمیل نمی باشه، بگیم اگر منتظر کاملا دلخواه و ایدئال باشیم شاید به اون نرسیم، اما تیم خوبی با ترکیب خوب ترتیب شده و یک قسمت کارهای زیادی
صورت گرفته که من تشکر میکنم از جناب استانگزی صاحب برایمی صاحب در کارهایی که به همراه تیم یک جای کردن و از تک تک اعضای تیم. تعدادشان هم امروز هنوز در سفر بودن، در مجلس امروز حضور به هم رسانده نتانستند، اما به همراهشان در تماس هستیم. سه روز آتش بس در جریان عید و ادامه نوع کاهش خشونت هنوز هم یک زمینه بسیار خوب برای آغاز مذاکرات بوده و هست. از اقدام طالبان، حرکت طالبان مبنی بر اعلان آتش بس در روزهای عید و اعلان بالمقابل و عملی شدن از آتش بس توسط رئیس جمهور اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان، همه مردم افغانستان استقبال کردن و من هم استقبال میکنم و این یک بار دیگه هم تاکید میکنم که برای شروع مذاکره همه مصمم هستیم. تیم هر لحظه آمادگی شروع مذاکره را دارن. ای که فضای مذاکره باید یک فضایی باشه که کمک کننده باشه و تسهیل کننده باشه، کاهش خشونت و ادامه کاهش خشونت ضروری میسازه. بالاخره باید آتش بس داشته باشیم در جریان مذاکرات، چرا مسئله است که باز انتظار مردم افغانستان همیست و هیچ کسی گفتن نمیتونه که از کشته شدن یک نفر بیشتر یا زخمی شدن یک نفر بیشتر در این سرزمین میتونه نفع ببره. این مسئله بسیار مسئله واضح و روشن است. ما در ادامه کار هم با مشوره با تمام بزرگان سیاسی کشور، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نمایندگان اقشار مختلف مردم کار خود ادامه خواهد دادیم. امروز آغاز رسمی کار تلقی میکنیم، اما در جریان بحثی که بحثایی که صورت داشت در تفاهم با رئیس جمهور در مسئله آزادی و تبادل زندانیان که وجود داشت از دو طرف، که هم کار خوبی تا به حال صورت گرفته و حسن نیت نشان میده و ادامه از این روند و شروع مذاکرات انشالله یک خبر خوشی برای مردم افغانستان خواهد بود. من اطمینان میتونم به مردم افغانستان که با آنچه در توان داریم به همکاری همه مردم افغانستان و اعضای شورای عالی مصالحه ملی در سطح کمیته رهبری و مجمع عمومی انشالله یه هدف پاک مردم افغانستان با تمام توان، با تمام انرژی و با تمام حسن نیت و عزم و اراده برای رسیدن به صلح پایدار ادامه خواهد دادیم. همکاری جامعه بین المللی و کمک ها و مساعدت هایشان در این زمینه از استقبال میکنیم. از کشورهای منطقه توقع ما همیست و تشکر میکنیم از همکاری‌هایشان با حسن نیتی که نشان دادن، اما صلح به نفع همه منطقه ماست و ثبات در کشور سبب رفاه و گسترش بهبود زندگی برای همه مردم منطقه میشه و افغانستان با ظرفیت هایی که داره باعث یک عضو فعال در جامعه بین المللی و در این منطقه میتونه که مثمر نفع باشه برای همه مردمان منطقه. از همکاری هایی که تا به حال صورت گرفته تشکر میکنم و ادامه همکاری همه کشورها را توقع داریم. اگر یکی دو سوال داشته باشین در خدمتتان هستیم. زه ساروان یم امریکا غږ نه
هیئت مذاکره کوونکی هیئت بل همدې سره پاتې کیږي تاسې بین الافغاني مذاکرات ته به ځئ څنګه د همدغه اوسنی موجود مذاکره کوونکی پلاوی چې تاسې همدغه هیئت همدې هیئت سره به وي همدغه هیئت سره او دومه پوښتنه مې دا وه چې د اوس غیر رسمي اوربنده له دغه اوسني وضعیت نه څومره خوښ یاستئ چې دا به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره مساعد وضعیت برابر کړي؟ خو زه فکر کوم چې ما چې مخکې هم اشاره وکړ د تاوتریخوالي کمښت د اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و دا یو ښه زمینه ده باید چې په دې کې دواړه خواوې هم د طالبانو حرکت او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت مسئولین او چارواکي دقت وکړي دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکره دپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده په دې کې د ټولو توجه غواړم. به نام خدا. دکتر صاحب ذبیح الله دوراندیش هستم، خبرنگار تلویزیون خورشید. من دو سوال دارم، یکی رابطه به موضوع صلح هست و سوال دوم رابطه به موضوع سیاسی است. اول از صلح پرسان میکنم. دکتر صاحب، حالا شورای عالی مصالحه ایجاد شده، مردم افغانستان، جهان چشمشان به این نهاد دوختند که تا در افغانستان صلح تامین شود. چقدر امیدوار هستین که این نهاد میتونه به امو امیدواری های مردم افغانستان پاسخ مثبت بده؟ حالا آتش بس هم انجام شده، زندانی های دو طرف هم از طرف طالبان و هم از طرف حکومت افغانستان رها شدند. میشه بگین که آغاز روند گفتگوهای میان افغانان که انتظار مردم افغانستان است چه زمان خواهد بود؟ آیا رویش بحث شده که چه زمان باید هیئت گفتگو کننده صلح بره و با طرف گفتگو که طالبان هستند گفتگو بکنند؟ دکتر صاحب، متن موافقتنامه سیاسی میان شما و رئیس جمهور غنی امضا شده، اما چیزی که در رسانه ها آمده متن بدون امضا هست. یعنی متنی که میان شما و دکتر صاحب غنی امضا شده هنوز رسانه‌ای نشده. میشه بگین چرا این متنی که امضا شده میان شما و غنی رسانه‌ای نشده که تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند که آنچه در همون متن بوده همان متن است و این نگرانی وجود نداشته که و این نگرانی هم برداشته شود؟ من فکر میکنم که متن امضا شده در اختیار همه مردم قرار داره. بله، و در صفحه رسمی ما هم به نشر رسیده. یعنی اونمو متن امضا شده است و در او کدام سوال وجود نداره و دلیل هم وجود نداشت که متن امضا شده در اختیار مردم قرار نگیره. در روز اول این کار صورت گرفته و اگر که شما مراجعه کنین به مو صفحه شما مو متن امضا شده رو میبینین. خب عزم و اراده ما و همکارای ما در شورای عالی مصالحه ملی امی هست و امی خواهد بود که انشالله از هیچ کوشش صرفه نکنیم برای تحقق صلح پایدار و باعزت در افغانستان. این هم همه میدانیم که بازی به یک طرف هم ارتباط نمیگیره. اخیراً علائم خوب شاهدش هستیم. اعلان آتش بس و نبودن خشونت به او حدی که قبل از آتش بس وجود داشت و تبادل زندانیان که به رقم بسیار قابل ملاحظه صورت گرفته، اینا شرایط مساعد را ایجاد کرده. ما وقت اعلان کرده نمیتونم، اما هر لحظه تیم جمهوری اسلامی افغانستان آماده شروع مذاکره هست، هر لحظه. و امروز هم که ما یک مرور داشتیم از کارهایی که در این زمینه صورت گرفته، تمام آمادگی ها را این تیم داشته و دارن. مهربانی. دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. از تلاش ها برای ساختار اداری شورای عالی مصالحه ملی صحبت کردیم. چیزی که مانده ای است که بگوین فهرستی را که ترتیب شده در چگونگی اعضای رهبری شورا چگونه از کیا هستند، اگر ترتیب داریم یک فهرست، و این که راهکار چگونه است در گزینش اعضای این شورا، کارشیوه‌ای که انتخاب شده و استفاده شده چگونه بوده.
بحثی که مطرح است، احزاب مثل جمعیت اسلامی بخشش با شما مخالفت دارن و گزارشی را که ما داشتیم ستار مراد گفته بود که ما میخواهیم از آدرس جمعیت نمایندای خود ما را در اعضای شورای عالی مصالحه ملی و در کنار او هیئت مذاکره کننده معرفی کنیم، یعنی در تضاد هستند با شما کمی. در این مورد بگوین که اختلاف ها چقدر حل شده و آیا اختلافی هم در درون تیم وجود داره؟ چون گفته میشه که بحث های به دراز کشیدن کارهای عملی در شورای عالی مصالحه ملی به خاطری بوده که بیشتر اعضا تلاش داشتن که یک مقام بلندتر چه در شورا و یا چه در کابینه حکومت بگیرن. به هیچ صورت نه. همین قسمت آخرش خدمت شما میگم که اصلا بحث به دراز کشیدنم خب یک عنوان است که شما اختیار کردین و بحثه، اما حتی در روزهای عید اگر ما یک دیدار داشتیم با رئیس جمهور یا با دیگر بزرگان کشور، تمام بحث روی مسئله یگانه موضوع مسئله صلح بوده که دو شامل میشد مسئله تبادل زندانیان دو طرف. یگانه موضوع می بوده چون فعلا یک امیدواری پیدا شده برای شروع مذاکره، تمام تمرکز روی از این مسئله بوده. قبلا در رابطه به شورای عالی مصالحه ملی و هیئت مذاکره مشوره همه جانبه با تمام احزاب سیاسی و حرکت‌های سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای زیر نمایندگی از اقشار مردم، بحث‌های همه جانبه صورت گرفته بود. لیست هم آماده شده، لیست هم از قبل وجود داره. برای تکمیل از او کار زیاد ضرور نخواهد بود. یک مشوره مجدد ایجاب میکنه که اگر کم و کم بوده در او وجود داشته باشه او انشالله که رفع شود. و در هیئت مذاکره که شما یادآوری کردین، رئیس به جمعیت اسلامی افغانستان روی مو اسمی که تاکید داشتن، اموسم فعلا هم باعث عضو هیئت مذاکره چیست تشریف دارن و حضور دارن و از بحث دیگه که شما یادآوری کردین شخصا به اون شکل آگاه نیستم. یک سوال دیگر هم میگیریم و ختم. بسم الله الرحمن الرحیم. روح الله کابل نیوز ده. ډاکټر صاحب که تاسو وایي د طالبانو صلح له امریکانو سره یو اساسي شرط پکې دا و چې د دوی نوم باید د شورای امنیت له تور لیست نه ووځي، مګر تر اوسه پورې همداسې د هغوی تفاهم سوی ده، د هغوی امضا وشوله، مګر د دوی نوم د شورای امنیت له تور لیست نه ده وتی. او تېره ورځ هم د دې په مورد باندې یو ناسته سوې وه، مګر هم هېڅ د دې په مورد باندې کومه خبرې ونه سولې. تاسو څه وایي دې په مورد چې دا باید د سولې په راتګ کې خنډ وي که نه؟ سوال تا نگرفتم. نه دا د موافقه جز ده د هغوی نومونه وتل د ټول لیست د شورای امنیت څخه. خو بیا شورای امنیت د ملګرو ملتونو هغوی خپل پروسیجر لري، خپل کارونه لري او دائمی او موقتی اعضای د شورای امنیت کوم ملاحظه په دغه کار کې نه درلود هغه وخت چې دا فیصله شوی وو، او هغوی خپل پروسیجر لري او وخت نیسي او سوله چې راځي دا کار باید ارومرو وشي. دا بیا موږ هم غواړو، موږ هم نه غواړو چې هغه کسان چې سوله کوي د هغوی نومونه په ټول لیستونو کې موجود وي. تشکر از همه شما. تشکر.